چجوری ما با یه تلفن همراه بتونیم همچین کانالی بسازیم و ویوهای 100K الا تا حتی میلیونی ویو بگیریم توی کانال خودمون. امروز اینجا هستم و تا براتون توضیح بدم با یه تلفن میتونین راحت یه کانال یوتیوب رو بسازین و به راحتی میتونین این کانالتون رو مانیتایز کنین، حتی درآمدزایی کنین، درآمد خیلی بالایی هم به دست بیارین. خب بیا اینو با هم چک کنیم، بریم توی آنالیز این ویدیوها. همینطور که با هم روی صفحه داریم میبینیم 219K 234K این همه ویدیوها رو چجوری ساختیم، همه این کارا رو با یه تلفن همراه انجام دادیم. بریم با هم داخل آنالیز ببینیم چجوری بوده و چجوری تونستم این کار رو انجام بدم. خب میایم وارد یوتیوب استودیو میشیم. خب بچه همینطور که توی تصویر داریم میبینیم من اینجا 1,200,000 ویو توی 28 روز گذشته تونستم به دست بیارم توی این کانال و 34,000 ساعت. یعنی یه چیزی عجیب و غریبیه نه؟ خب ببین اینا همه برای یه سری اساسا به وجود میاد. من همه رو دونه دونه براتون توضیح میدم که چیکار کنین بتونین ویدیوهاتون رو وایرال کنین که بتونین ویوهای خوبی به دست بیارین. بیایم اینجا اول یه سری چیزا رو براتون توضیح بدم. اول وارد ویدیوها میشیم. ببین بچه‌ها، اول اگر توجه کنین روی این صفحه تامنیل زیاد ساختم. بهترین تامنیلی که تونسته ویو خوبی بگیره این ویدیوه که با هم بریم آنالیزش هم نگاه کنیم. خب با هم همینطور که میبینیم آنالیزش 235K ویو خورده و 16,000 ساعت واچ تایم آورده. کسی که میخواد مانیتایز کنه کلا به 4,000 ساعت نیاز داره تا کانالشو مانیتایز کنه و 1000 تا یعنی 1K سابسکرایبر آورده. یه نفر میخواد کانالشو مانیتایز کنه 1000 تا سابسکرایبر لازم داره. این ویدیو به تنهایی تونسته اینو به دست بیاره. خب چجوری به دست آورده بچه ها؟ میایم توی این آنالیز. خب دوستان همینطور که میبینین اینجا چند تا گزینه به ما نشون میده. اینا راههایی هستن که ویدیوی ما رو به دیگران نشون میدن، که یعنی به بیننده ها نشون میدن که ویدیو رو ببینن. یکی این که ویدیو پیشنهادیه، یکی صفحه اصلی یوتیوبه و یکی هم یه ویدیو رو که یعنی سومین گزینه یه ویدیو رو میبینی زیر اون ویدیو یه ویدیو دیگه بهت پیشنهاد میده. اینم برای اونه و پایین ترینش که فلش رو به بالا خورده نوشته سرچ یوتیوب. چیکار کردیم که این ویدیو تونسته به سرچ یوتیوب برسه، یعنی توی سرچ یوتیوب بالا بیاد. توی همه اینا موفق شده که کار کنه، از هر جهتی ویو بیاره تا بتونه این همه برای ما ویو جمع کنه و واچ تایم جمع کنه و سابسکرایبر بگیره. چجوری و بهتون توضیح میدم. دوستان این ویدیو بهترین چیزی که باید همیشه توی یک ویدیو رعایت کنین چیه؟ تامنیل خوبه. یعنی خیلی در مورد تامنیل اومدن ویدیو ساختن، بهتون گفتن که این کارو بکنین اون کارو بکنین که این ویدیو شما میتونه مثلا وایرال بشه. بچه بذار من نکته ریزشو براتون بگم. شما هر چقدر یک تامنیل رو خوشگل شیک درست کنی ارزشش اونقدر نمیتونه باشه که یه نکته ای داشته باشه که بتونه بیننده رو تحریک کنه که بیاد کلیک کنه روی ویدیو شما، بیاد داخل ویدیو اون ویدیو رو ببینه. شما باید توی تامنیل خودتون درسته، آره باید شیک بودنش مهمه، اما مهمترینش اینه که یه تامنیلی بسازی که یه هیجانی رو صفحه دیده بشه، بیننده رو تحریک کنه تا دست بزنه روی اون ویدیو و بیاد اون ویدیو رو ببینه. البته این فقط یه قسمته. بعد باید از یه کلماتی استفاده کنی برای توضیحات. فقط همه اینا با یه تلفن بچه، اصلا با لپتاپ نمیدونم کامپیوتر اینا نیست. با یه تلفن میتونی این کار رو انجام بدی. باید بری یه تامنیلی درست کنی که بیننده رو تحریک کنه. بعدش باید یه توضیحات خوب، یه عنوان خوب براش بنویسی. بعدش تگ هم خیلی مهمه. حتما از 20 الی 25
کلمه کلیدی استفاده کنین توی تگ‌های خودتون. و یه نکته دیگه هم هست بچه‌ها، اینم براتون توضیح بدم. سعی کنین توی ویدیو خودتون یه کاری کنین وقتی بیننده اصلا گرفته نشه. یعنی بیننده که میاد ویدیو رو میبینه، هر لحظه اون ویدیو یه کاری کنه که بیننده رو وادار کنه وایس ویدیو تو ببینه، تا وقتی یوتیوب، پلتفرم یوتیوب، سیستم یوتیوب تشخیص میده که آقا بیننده داره بیشتر ویدیو تو میبینه، بیشتر منتظر میشه که نتیجه این ویدیو چی میشه، میاد به کسی دیگه هم پیشنهاد میده و اون ویدیو وایرال میشه، میتونه ویوهای خیلی خوبی برای کانال شما بیاره. شاید خیلیاتون بگین خب ما با چه برنامه‌ای بیایم این کار رو انجام بدیم. بچه همه اینا رو براتون توضیح میدم. اول بریم تامنیل رو بهتون میگم. تامنیل اینجا که اشاره میکنم، این برنامه رو دانلود کنین. بعد از دانلود کردنش وارد این برنامه میشی. من در حال ادیتم بودم توی این برنامه. بعد دیگه برنامه خیلی خوبیه بچه، میتونین به راحتی مثلا یه دونه رنگ انتخاب کنین، بعد اون اصلا میتونین ابعادش رو عوض کنین، مثلا به حالت میخوای یوتیوب برای تامنیل یوتیوب درست کنین به این شکل. به راحتی میتونی انتخاب کنی. این پایین گزینه‌های خیلی زیادی وجود داره، هر کدومشون برای خودشون یه امکانی بهت میده که بتونی باش کار عجیب غریب انجام بدی و تامنیل خیلی خوبی درست کنی. نمیخوایم که توی این ویدیو در مورد ساخت تامنیل صحبت کنیم، فقط خواستم برنامه رو بهتون معرفی کنم. و برای ادیت کردن بهترینش کپکاته. کپکات هم اگه داشته باشی میتونی به راحتی ویدیو رو بیاری داخل اینجا ادیت کنی و در مورد اینا من براتون ویدیو درست میکنم تا شما بتونین به راحتی ویدیو خودتون رو ادیت کنین. همه این کارا رو با یک تلفن همراه، با یه موبایل، با یه گوشی انجام میدی. اصلا نیاز نداری که یه لپتاپ داشته باشی یا یه کامپیوتر داشته باشی. با یک تلفن میتونی همه اینا رو خیلی سریع و خیلی راحت انجام بدی. شاید خیلی از کسایی هستن که با موبایل کار نکردن نمیدونن، اما با یه گوشی واقعا میشه خیلی کار رو انجام داد بچه. میشه به راحتی یه کانال رو مانیتایز کرد، میشه درآمدزاییش رو فعال کرد، میشه ویدیوهای خوب توش گذاشت، میشه همه کار رو با یک تلفن انجام داد. حالا من تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح میدم که چجوری با این برنامه کار کنین و چجوری ازشون بتونین استفاده مفیدی ببرین، با تلفنتون همه کاراتون رو انجام بدین. بچه این کانال خودم، بازم میگم خودم تونستم توی این کانال به این پیشرفت خوب برسم، گفتم باهاتون در میون بذارم. شما اگر مثلا توی یه قسمتی گیر کردین، با تلفن داری فعالیت میکنی، یه مشکلی برات پیش اومده، توی کامنت برای من بنویس که کامنتش کن که من فلان مشکل رو دارم تا من در موردش برات یه ویدیو بسازم، بتونی مشکلت رو رفع کنی، راحت این کار رو انجام بدی. و اینکه اگه دوست داشتین که من از این ویدیوها براتون زیاد بسازم، کافیه که کانال من سابسکرایب کنین تا پیشرفت کانال رو ببینم. این کانال هم مثل همین کانالی که الان با هم داریم میبینیم جلو بریم و ویدیوهای خیلی خفنی براتون بذارم. با یه تلفن همه کاراتو راحت انجام بدی، توی خونت بشینی و درآمدزایی کنی، حتی بیرون بری، هر جا که بری یه تلفنت کافی که باهات باشه و یه اینترنت داشته باشه. خب بچه نمیخوام ویدیو رو خیلی طولانی کنم، تو ویدیوی بعدی بازم براتون توضیح میدم و توضیحات خیلی بهتری هم هست که توی آینده من دونه دونه براتون میگم. اما بازم میگم دوست دارم که نظر خودت تو توی نظرات بنویسی توی کامنت ها که من ببینم مشکلتون چی هست و در موردش براتون ویدیو تهیه کنم و بذارم. تا یه ویدیو دیگه مواظب خودتون باشین.